إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری آن زحمت میکشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام میشود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه تقویت آیین خدا و واماندگان در راه. این یک فریضه مهم الهی است و خداوند دانا و حکیم است.